سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من قراره تو این ویدیو یه نگاه سریع به مراسم دیشب استیت پلی سونی داشته باشم و بهتون بازی‌ها و تریلرها و چیزایی که نشون دادن رو معرفی کنم. از همین اولم بگم که خیلی انتظار عجیب غریبی نداشته باشید. خیلی بازی خفنی دیشب معرفی نشدن. خب سونی یه روز قبل از اینکه مراسم اجرا بشه اونو اعلام کرده و خب اگه براش مهمتر بود و عناوین مهمتری رو توش معرفی میکرد قطعا زودتر اطلاع میداد و روش بیشتر مانور خبری میداد. از همون اول یه تریلر میبینیم راجع به مانستر هانتر وایلدز که خب یه سری مکانیکا رو نشون میده از بازی و گیم پلی ها رو نشون میده. Stand witness to how its existence unfolds. و بعدم یکی از اعضای سازنده بازی میاد و راجع به برنامه‌شون برای ماهای آتی این بازی صحبت میکنه. راجع به محتوای جدید بازی صحبت میکنه و خب یه دونه تریلر نشون میدن از اولین آپدیت فری بازی که مانستر جدید توش هستش و اینجور داستانا. بعد از اونم سگا یه دونه تریلر از بازی جدیدشون شینوبی آرت آف ونجنس نشون میده که قراره آخرای تابستون امسال عرضه بشه. Vengeance. More than a weapon, it is the soul of a shinobi. No obstacle can stand in their way. Soaring where others would not dare. Striking with lethal precision. Each weapon a tool, each tool a part of the whole. This is the mastery of a shinobi. این خب یه بازسازی از یه آی پی قدیمیه و خب اونایی که قدیم این بازی رو بازی کردن با سگا احتمالا براشون بیشتر آشناییت داشته باشه. این بازی همین الان هم میتونید پری آردر کنید. بعد از اونم سگا یه دونه تریلر دیگه از بازی که قبلا معرفی کرده بود سونی ریسینگ کراسوردز نشون میده.
آخر ویدیو میگه که میتونید برای تست نتورکش که از 21 فوریه شروع میشه همین الان ثبت نام کنید و بازی از همین الان هم قابل ویش لیست کردن، میتونید ویش لیستش بکنید. بعد از این دوتا معرفی سگا یه دونه تریلر نشون داده میشه که اولش آدم یاد انیمه فایت های جوجیتسو کازین میندازه، ولی خب اصلا کلا یه بازی دیگه است. Break free. Become unbound from the laws that govern reality. To turn the gears of time once again. An apocalypse looms over parallel worlds as their fates begin to intertwine. The battle to alter destiny begins. Embark on a journey alongside gods, heroes, and monsters of bygone eras. The anomalies, known as Digimon. خب این یه بازی از سری انیمه معروف دیجیمونه که خیلی از افراد باش خاطره دارن، حالا مخصوصا اونایی که مقدار سنشون بالاتره و میتونه براشون جذاب باشه. اسم بازی هم هست دیجیمون استوری تایم استرنجر. این بازی هم همین امسال برای کنسول PS5 عرضه میشه. بعد از اونم یه آقای میاد راجع به بازی لاست اسایت صحبت میکنه و میگه که کیفیت بازی اینجوریه، بازی سریعه، نمیدونم مبارزاتش هیجان انگیزه، لولای بازی خیلی خفنه و اینجور داستانا. آخرش هم میگه که یه تریلر رو بردیم از گیم پلی بازی نشون بدیم بهتون. I keep having the same dream. A horrible dream. Where monsters invade our world. A powerful being falls from the sky. And when it seems they might vanquish the invaders, the dream ends. Is this really just a dream? My only hope lies with you. حالا از حق نگذریم، بازی قشنگ و باحال به نظر میرسه. خودش کاراکترش مثلا دیزاینش باحاله و یه سری المان‌های جذاب داره توش. I see great power within you, a destiny waiting to be fulfilled. Let me be your vengeance, the blade in your hand. حالا این چیزی رو بگم اینه که مراسم کاملا ژاپنیه، یعنی مراسم کاملا شرقیه، توقع آی پی از سمت غرب نداشته باشه. You never wanted to be a hero, but for humanity's sake, you must. Then give me your power, Arena. این بازی هم 30 می که میشه اوایل خرداد برای PS5 و PC عرضه میشه و میتونید از همین الان ویش لیستش کنید. بعد از اونم یه خانم میاد راجع به بازی‌های ترد پارتی یا بازی‌هایی که خارج از زیر مجموعه استودیوهای سونی هستن صحبت میکنه که قراره بیان روی PS5. همون اولم میاد راجع به بازی لایک دراگون پایرت یاکوزا این هاوایی صحبت میکنه و میگه که خب این بازی رو دموشو میتونه از همین هفته روی PS5 بازی کنید و البته بازی هم برای PS4 و هم برای PS5 عرضه میشه. حالا اینکه دموشو میتونید روی PS4 هم امتحان کنید و دقیق نمیدونم. بعد از اونم یه دونه بازی کراس اوور داریم از دیو د دایور و کاراکترهای لایک دراگون که میان توی بازی دیو د دایور و اسمش هم هستش ایچیبان هالیدیز.
تو این بازی کاراکترهای لاکی دراگون و کاراکترهای اصلی بازی تیم اپ میکنن و خب با دشمناشون مقابله میکنن و مبارزه میکنن. این محتوا رو میتونید آپریل همین امسال که میشه فروردین اردیبهشت روی PS4 و PS5 تجربه کنید. بعد از اون یه ویدیو از اسپلیت گیت 2 داریم که میتونید پیرالفای بازی رو روی کنسول PS5 توی 27 فوریه یا به عبارت 9 اسفند تجربه بکنید و این بازی رو من نمیدونم چرا دارن ادامهش میدن، همون یکیش هیچ رمقی نداشت، کسی زیاد بازی نمیکرد، تا دوش هم ساختن. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. بعد از اون یه آقای میاد راجع به آینده در WWE فرانچایز صحبت میکنه و قراره که بگه آینده سری‌های بازی کشتی کج چیه. این هم یه دونه بخش از بازی به اسم دایلند که شما میتونید برید از آثار قدیمی کشتی کج ببینید، میتونید برید فروشگاه نمیدونم لباس بخرید، مدلتون رو عوض کنید، برید لایو ایونت ها رو شرکت کنید، مسابقه بدید و اینجور چیزا. و اینجوری ان که آره این آینده بازیه و قرار بازی از این این شکلی باشه. بعد از اونم دوتا رندی میان راجع به بوردرلند 4 صحبت میکنن که اگه شما میتونید تفاوتش رو نسبت به بوردرلند 3 خیلی خوب حس بکنید. همتون گرم. Let's go! Wake up and I'm feeling like a I wake up feeling like a brand new. I wake up feeling like a brand new. You don't wanna try me. I'm on different timing. You don't wanna try me. I'm on different timing. We have to beat like jump. Jump off the heat like jump. We step on the beat like come on. Wake up and I'm feeling like a funk. Wake up and I'm feeling like a funk. به شخصه برای خودم انگار که مثلا یه سری مکانیک‌های جدید به بازی اضافه کردن و یه سری تفنگ‌های جدید و ایناست. این بازی هم همین امسال عرضه میشه. بعد از اونم یه تریلر جدید از بازی اسپلیت فیکشن نشون داده میشه که بازی جدید سازنده‌های ای تکس 2 که اگه اون بازی تجربه کردین حتما میدونید که چقدر بازی باحال و خفنی بود و این بازی هم مثل همون بازیه و خب 2 نفر است و شما باید 2 نفر بازی کنید. You want to go through more of your crazy stories? My crazy stories? But how are we supposed to get out of here if we don't start to trust each other? I don't need your trust. Well, I kind of need yours. 2, 1, go! I took inspiration for this story from when me and my sister were younger. Look at all of this. It's amazing. I base the story around my dad. All I can do is write this silly story. Oh, we'll face it together. We got this. Yeah. Follow my lead. Are you for real, Zoe? I wrote it when I was a kid. What sort of double child were you? Hands above your head. What now? Ah! I did not sign up for this. Brace yourself, Zoe! این بازی هم 6 مارچ یا 16 اسفند عرضه میشه، میتونید بازی کنید. بعد از اونم یه تریلر راجع به دایرکتیو 8020 داریم که یکی از بازی‌های دارک پیکچر محسوب میشه که 2 اکتبر عرضه میشه و همین الان میتونید ویش لیستش بکنید. Status report. Looks like it penetrated through there. We need to inspect the hull damage first. Doesn't look too bad. Doesn't look too good either. What is that? You feeling all right? My body's going one way and my mind's going another. What is that? This ship is infected with an alien organism.
It still doesn't feel real sometimes. Never forget why you started. Lord have mercy. Do you think Williams knows more about this substance than he's letting on? No! You can't take any chances with him. It can manipulate its physical appearance. It's changing its cellular structure. It's replicating the human form. It's replacing us. I know this will be difficult to hear, but if you're still out there, you deserve the truth. من خب زیاد طرفدار بازی دارک پیکچر نیستم و این بازی هم برام فرق نداره. از اونجایی هم که مراسم وارد قسمت بازی ترسناک شده، بعد از دارک پیکچر هم یه بازی ترسناک دیگه داریم از سری بازی Five Nights at Freddy که اسمش هم هست Secret of the Mimic. این بازی هم تو ماه جون در دسترس قرار میگیره و شما میتونید بازی کنید. در ادامه بازی ترسناک این شوکیس 2 نفر از استودیو مونهود میان و راجع به بازی جدیدشون The Midnight Walk صحبت میکنن. The Midnight Walk یه دونه بازی استاپ موشن ترسناک باحاله که هم میتونید وی آر تجربهش بکنید و هم میتونید با کنسول و کنترلر تجربهش بکنید و به نظر باحال میاد. خیلی ترسناک و عجیب غریب نیست. یه سری هیولا و یه سری پازل داره که شما باید اون پازل ها رو حل کنید، نقاط ضعف اون هیولا ها رو پیدا کنید و از بین ببریدشون و بازی رو پیش ببرید. و بازی هم از اونجایی که استاپ موشنه یه مقدار اولش میبینی حس ماشیناریوم میده، ولی خب نه اونقدر. خیلی بازی ترسناک تره. You're the caretaker of this little firecracker? I reckon you must be headed for Moon Mountain. Am I right? Close your eyes to make things clear. این بازی هم 8 مه یا 18 اردیبهشت عرضه میشه و میتونید روی PS5 و PSVR 2 هم تجربهش کنید. بعد از اونم یه بازی از کنامی میاد که یه بازی ساید اسکرولره به اسم داروین پارادوکس که خب شما تو نقش یه اختاپوس هستید که باید اول بازی از یه دونه کارخونه غذاسازی فرار کنید تا آخر بازی که میتونید زمین رو نجات بدید دست آدم فضایی‌ها. خدا. بازی هم مثل اسکیلات مکانیکای باحال داره که به نظر جذابه. این بازی هم امسال عرضه میشه. بعد از اونم یه بازی میاد به اسم واریر ابیس که یه اسپیناف روگلاک از سری بازی واریرزه که به نظر یه بازی باحال میاد برای طرفدارای خود سری و حالا شاید اون کسایی که بازی روگلاک دوست داشته باشن. Descend into hell. Call on powerful allies. And experiment with tons of playstyle combinations to send the enemy hordes flying. این بازی هم همین الان رو PS5 و رو PS4 قابل دسترسه و شما میتونید بازی کنید. بعد از اون یه بازی کلاسیک داریم از PS2 که اسمش اونیموشا 2 سامورایز دستینیه. از اونجایی هم که سری اونیموشا رو شاید خیلی تجربه نکرده باشن میتونه تجربه این بازی برای فهم بهتر بازی جدیدشون کمک بکنه. Capcom is enhancing the original game with HD graphics and a host of quality of life features, including fine-tuned analog controls. Immerse yourself in Jubei's hard-boiled journey and fight through a world of turmoil alongside trusty allies.
این بازی هم برای PS4 و PS5 تو 23 می یا 2 خرداد عرضه میشه که شما از همین الان هم میتونید پری اوردر کنید. و بعد از اونم یه دونه تریلر جدید از ادامه همین سری بازی که قرار کپکام سال 2026 عرضه کنه نشون میدن.強さの証明だろ。勝てばそれでいい。てめえらごときがいくら束になってこようが。やべえ。اونو میشه به یافته سردم که قرار 2026 بیاد، میتونید از همین الان ویش لیستش کنید. و در اینجا مراسم هم یه تریلر جدید از بازی متال گیر سولید اسنیک ایتر داریم. Colonel, tighten the security on this place. He's coming here, I'm sure of it. America is out to destroy the Shagohod and get its hands on your inheritance. The Philosopher's legacy. Then they're out to kill me as well. What's the story between you and the boss? She was like a mother, and my master. The Cobras will take care of him. Do you hear me, Snake? We are the sons of the boss. I see it! The fear! A great and terrible fury at being alive. A host of sorrows. And you are one of them. Why'd you come back? There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. I'm not finished yet! این بازی هم 28 آگوست که میشه آخرای مرداد عرضه میشه و یه سری محتوای اضافه هم علاوه بر بازی همراهش میاد. یه تریلر هم از بازی هلیزاس در اینجا مراسم نشون داده میشه که من خودم به شخص زیاد جذبش نشدم. When the fury of emotions sparks the wildfire of violence, it dissolves our illusions and exposes the fragile structure of reality. I have 1,000 questions. Why did you come back? I stood in the home I was born in. In that moment, I felt a connection. Epsilon 11, sound off. Where are my men? They're gone.
it and lots of it. Impossible. It's you. You must continue. We've begun to uncover. این بازی 5 سپتامبر 2025 عرضه میشه که میشه آخرای تابستون. و یه دونه از تریلرهای خوب این نمایش تریلر DLC لایز آف بیه که الان قراره با هم ببینیم. How can it be winter all of a sudden? I'm sorry. You want to know the year? What a pleasure to meet a stalker worthy of the name. It's been far, far too long. Oh, my forever friend. Help me to hold your hand and dance. You're not the puppet I was expecting. Who are you? She was looking for someone. Legendary. She stepped up only because no one else could. Too many stalkers were lost to that evil. I'll do whatever it takes. Your survival is all that matters. Nothing else comes close, not even my life. I swear I won't be late. Not again. من خودم بازی لایز آف پی رو تجربه کردم و بازی واقعا خفنیه. اگه تجربه نکردید حتما بازی بکنید. این DLC جدیدش هم که قراره تابستون امسال بیاد، هم برای PS4 هم برای PS5. بعد DLC لایز آف پی یه دونه تریلر از یه آقا هست که یه دونه گان رو شونه‌شو و با لباس خواب داره میره جلو همه رو بزنه. Where do you think doors have eyes? We don't know where our children will put down roots. بازی Dreams of Another قراره که سال 2025 عرضه بشه و شما از همین الان هم میتونید ویش لیستش بکنید. هم برای PS5 و هم برای پلی‌استیشن VR در دسترس قرار میگیره. بعد از این سونی میاد ریمستر دیزگان رو معرفی میکنه که شما میتونید با $10 اگه نسخه اصلی داشته باشید بازیتون رو ارتقا بدید. دمت گرم داداش، خیلی ممنونم. ریمستر این بازی هم آپریل 2025 میاد. این شد یه چیزی. بعد از اون دیزگان میرسیم به بازی استالر بلید که قراره براش یه دونه DLC جدید عرضه بشه. On a new boss battle, collectible dolls and stickers, plus a new outfit. DLC بازی استالر بلید که اسمش گادس آف ویکتوری نیکی DLC قراره جون همین امسال که میشه اوایل تابستون عرضه بشه و با عرضه این DLC بازی رو PC هم در دسترس قرار میگیره که این خیلی خبر خوبیه. بعد از اون سونی میاد بازی که قراره 18 فوریه رو PS پلاس در دسترس قرار بگیرن رو معرفی میکنه. تاپ اسپین، جدای سروایور و لاست رکوردز بلوم اند ریج قسمت اولش که بازی سازنده های لایف ایز استرنج هم هست. In this episodic adventure, players will join 4 high school girls living through the defining summer of their lives. What begins as a tale of friendship will eventually blend reality, dreams, and the unknown into a dual timeline narrative.
اپیزود اول راستیکورز هم میتونید همون 18 فوریه تجربه بکنید که بعدا قسمت دومش هم توی ماه آپریل میاد قرار میگیره روی PS پلاس. در ادامه بازی که قرار رو پلی استیشن پلاس در دسترس قرار بگیره، یه بازی معرفی میکنم به اسم بلوپرینتس که یه بازی پازلیه و قرار بهار همین امسال هم بیاد. Every door is a new decision as you build out a sprawling manor with 45 shifting rooms, adding layers of strategy, puzzles, and exploration. Blueprints launches day 1 into Game Catalog this spring. Abiotic Factor is a 6-player survival crafting game from Playstack and Deepfield Games. Stranded miles beneath the surface, you and a team of scientists must craft ingenious gear and traps to outwit your enemies and make this bizarre underground complex your new home. Abiotic Factor will be available in Game Catalog when یه بازی دیگه هم که قراره بیه Abiotic Factor که قراره تابستون امسال رو PS پلاس در دسترس قرار بگیره. بعدش هم راجع به 3 تا بازی قدیمی از سری بازی آرمورد کور صحبت میکنن که قراره بیاد روی کاتالوگ کلاسیک بازی PS پلاس قرار بگیره و بعدش هم بازی پاتارانتری که قراره کنار این بازی ها باشه. توجه شما رو جلب میکنم به یک تریلر باحال از یه خانوم خیلی خفن. It devoured everything from the past. Only I was left. That was a fatal mistake. It's the aura of the Grail pieces. I can sense it. As long as it is reforged. My wish can be fulfilled. But wishes come at a price. To pursue one's wishes is to court one's doom. Holy Grail. Blood. This is a feast only for the king. You can't escape from your doomed fate. Gwendolyn, this is your final warning. My quarrel lies not with you, but I will take back everything that belongs to me. Even if the price is my soul. بازی Tides of Annihilation قراره که برای PS5 عرضه بشه و شما میتونید از همین الان هم ویش لیستش بکنید. It exists no more. چاکرتم بانو. بعد از اونم خیلی تند و سریع یه دونه تریلر از یه بازی میبینیم که به نظر باحال میاد. Is something bothering you? Just some noise in my core. Deep down in the depths of Vulcan, you must retrieve the Architect's core. They will send everything they have to stop us. You know I would never want to see you hurt. But the path we walk demands the extreme. I remember you. Run away. بازی متال ادن که قرار 6 می یا همون اسفند بیاد اینجا معرفی میشه و میتونید از همین الان هم ویش لیستش بکنید. بعد از اونم یه بازی نشون میدن که کارگردانش لسلی بنزیه که این فرد یکی از افراد مهم تو
پروسه ساخت بازی راکستار بوده. DS! Showtime! I have these gaps inside my head. Satellite gives us a 10-minute window. You made it. That's just leftover hardware. It's been decommissioned. What the hell is happening? All I know is that Silvercorp is a piece of my story. I'll cover you. All this time you just wanted answers about the tech in your head? Are you kidding me? This thing has ruined my life. You have no idea who you're dealing with. And what you did, we should have left you in the desert. This is not the first time we've had a fatal error with your tech. You guys make it stop! Make it stop! I know what I have to do. This is the only way. بازی ماینسی گیم قراره که تابستون امسال عرضه بشه و شما میتونید اصلا همین الان ویش لیستش کنید. بعد از تریلر بازی هم خود لسلی بنزی میاد و راجع به بازی صحبت میکنه و یه سری فوتیج از تیراندازی و رانندگی توی بازی نشون میده. And rescue bots. They're malfunctioning. They're attacking us. It always comes back to this. This world, this moment, this choice. Every time the sun dies, madness reigns. Then everything begins again. But after every death, I always come back stronger. I know that you are here, and I will find you. بازی سال قراره که سال دیگه عرضه بشه و یه دونه آی پی جدیده که بیس بازی همون ریترنال سوم شخص شوتر سینگل پلیره.
تو نقش کاراکتر اصلی به اسم آژون دیاج بازی میکنید. اون تو یه سیاره‌ای که هی داره تغییر شکل میده دنبال جواب میگرده و اون سیاره هم توسط یه خورشید گرفتگی به هم ریخته و قراره که یه تریلر از گیم پلی این بازی هم همین امسال منتشر بشه. این بود از مراسم استیت آف پلی سونی که دیشب برگزار شدش و تمام عناوینی که نشون دادن. حالا به نظر شما این برنامه چطور بوده و چه نمره‌ای بهش میدید؟ انتظار چه بازیایی داشتید که نشون بدن که نشون ندادن و چه بازی رو انتظارشون نداشتین که نشون دادن؟ من خودم به شخصه دوست داشتم یه دونه تریلر از گیم پلی بازی گست آف یوکی ببینم که ساکر پانچ داره میسازه، ولی خب هیچی نشون ندادن. حالا شما دوست داشتین چه بازیایی رو نشون بدن که نشون ندادن؟ حتما تو کامنت ها بهم بگین و این ویدیو رو هم لایک کنید، چنل هم اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید.